به نام الله بخشاینده مهربان. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. تماشاگران عزیز، در صحبت گذشته در بیزنس ترینینگ ما شما 10 اصول ثروتمند شوی و یا بوی شوی را تماشا کردید و در قسمت دیگری برنامه ما در ترینینگ دوم ما باز به بعضی سوالهای دیگر از داملا سهراب عادلیان جواب رو انتظار میشویم. داملا خوش آمدید میگم. سلامت باشه. و در دفعه گذشته شما معلوم که 10 قاعده 10 اصولی ثروتمند شوی و یا بوی شوی را ابراز کرده داملا و باز از روی شریعت چیکار کنیم که ما توانیم بویگری را به دست بیاریم یا ثروتمند شویم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله و اصحابه و من والاه. اما بعد، در تمام ساحه ها، نه فقط در تجارت بلکه در همه کسب و هنر، علم، هم راهبر هم کارگر از نگاه شریعت باید 2 صفت در او یافت شود. کدام آدمی که اگر همین 2 صفت در او یافت شود، او حتما انشاءالله در همون ساحه خودش موفق می شود. مثل چیستان گپ میزنید داملا، 2 صفت گفتید و اما اون صفت چی باشد؟ انتظار هستیم که جوابش را بشنویم. صفت یکم این متخصص بودن در همون ساحه، استای کار بودن، به درجه عالی و صفات عالی انجام دادن همون وظیفه است. و صفت دوم این امانت نگهداری هست. در همه ساحه ها هر دوش اگر جمع که شد، انسان موفق میشد. اگر یکی این 2 صفت ها یافت شود، در این حالت او ناقص است. صفت یکم گفتید متخصص بودن و صفت دیگر این امانت نگهداری گفتید داملا. و این در تجارت های زمینی یا این دنیوی هست، یعنی ما اینا میدانیم. آیا از قرآن و از سنت نیست شما میتوانید به همین گفته هاتون دلیل بیارید که انسان اگر همین 2 صفت داشته باشد موفق باشد؟ الله تعالی در سوره یوسف علیه السلام از حضرت یوسف علیه السلام نقل کرد که حضرت یوسف گفتند که اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم. وقتی حضرت یوسف علیه السلام از زندان آزاد شدند، به ملیک شاهی همون کشوری مصر گفتند که اجعلنی علی خزائن الارض، مرا بر خزینه های این سرزمین راهبر گذار، تعیین کن. بعد همین 2 صفت را بیان کردن. اینی حفیظ علیم، گفتن من برای این مال و این پول، تمام کنزهایی که در کشور هست، این محافظت میکنم. یعنی امانت نگهداری اینجا. بله، امانت نگهداری از صرفه های نادرست و از تمام یعنی ناآمدی ها محافظت میکنم. علیمون در همین ساحه نهایت دانشمند. یعنی خودشون تعریف کردن برای آنکه زمانی بود که 7 سال قحطی به سرشان آمدنی بود. یک کشوری کلان را با همراهی اهالیش از این 7 سال قحطی برای صحت سلامت برآوردن یگان کس مثل یوسف نبود علیه السلام. بنابراین ضرور دانستند و گفتند. و در اینجا ببینید که یوسف علیه السلام حالا وزیر مالیه و اقتصاد، یعنی یک سخنی عادی از جانب یک شخص عادی نیست، از جانب یک پیغمبر، علاوه بر این وزیر مالیوی در همون وقت، بعد این راهبری کل کشور، چون که عرش تحت پادشاهی بعد به دستشان آمد. یعنی این از جانب یک شخص بزرگ. اجعلنی علی خزائن الارض اینی حفیظ علیم، یعنی دلیل آوردن که من برای همین وظیفه مناسب هستم و سزاوار هستم. به چی دلیل؟ حفیظ علیم، امانت نگهدار و در همین ساحه نهایت دانشمند. دلیل دیگر از
قصه سلیمان علیه السلام میاریم. سلیمان علیه السلام یک ملک داده شدن که تا قیامت کسی از آن ملک داده نمیشود، به برکت دعایشان که وهب لی ملک لا ینبغی لاحد من بعدی، برای من ملک ده که به یگان کس دیگر نداده باشی. واقعا اون ملکی که الله تعالی به سلیمان علیه السلام داد، حالا همین میثاقی که امروز ما استفاده میبریم همون میثاق زمان سلیمان میگن مفسرین کرام. با ایشان جنها، شمال، پرنده ها، حیوان ها در اطاعت ایشان بود. ملکشان نهایت با قوت بود. وقتی که به ملکه سبع مکتوب کردن که واتونی مسلمین، به نزد من مسلمان شده تسلیم شده بیایید و الا سرزمین شما رو خراب میکنم. ملکه به راه برآمد از یمن و ایشان در قدس هستند. تقریبا 2 ماه راه هست میگن، چون 2000 کیلومتر است. یعنی راهی سواره بود در اون وقت ها، راهی سواره با اسب یا شتر. شتر. وقتی که ملکه به راه برآمد به سلیمان علیه السلام خبر به واسطه پرنده ها آمد. هود در قرآن آمده در سوره نمل. بعد حضرت سلیمان در سوره سبع نیز به فکرم در سوره نمل، بله سبع هم در حق یمنی ها و سبعی ها آمدگی است، لیکن این در سوره نمل است. حضرت سلیمان علیه السلام درباره تحت پادشاهی ملکه خبر یافتند. هود آمده گفت که ولها عرش عظیم، این زن صاحب عرش بزرگ است. الله تعالی در قرآن خودش را صاحب عرش بزرگ گفته است و همین زن را هم صاحب عرش بزرگ گفته است. سبحان الله. حتی سلیمان علیه السلام با وجود بزرگی مملکتشان همین قدر عرش نداشت، یعنی تحت پادشاهی. چون که بعضی آدم‌ها شاید بای باشد ولی کرسی که میشیند عادی تر است، به کرسی اهمیت دادگی نیست. مثلا بعد ولها عرش عظیم، و صاحب عرش عظیم هست گفت، بزرگ. عرشش برش 20 متر، درازش 40 متر و یک دام برش 12 متر. یک خانه سر آشیانه یک دام 12 متر است، یعنی بری تحت یمی پادشاهیش 20 متر بود است. درازش 40 متر، قدش هم بلندش 40 متر. شما تصور کنید این اینو اول بیاید چیز کنیم، این از در خود قرآن آمده است یا اینکه مفسرها اینا گفتند که مفسرها بیان کردن از اقوال بنی اسرائیل. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه حدثوا عن بنی اسرائیل ولا حرج، شما از قصه های بنی اسرائیل گفتن گریت هیچ گپی ندارد گفتن، مادامی که به شریعت ما زید نبیاید. در اصول فقه قاعده است که شرع من قبلنا شرع لنا ما لم یخالف شرعنا. شرع آنهایی که پیش از ما بودن، شریعت آنها به ما شریعت است مادامی که مخالفت نکنه. بله. خب و ببینید شما عرش 40 متر قدش، حاضر یک دامی مثلا 12 آشیانگه میشد. تصور کنید عرشش چقدر بزرگ است. یعنی اون کرسی که میشیند برآمده در بالاش و همش عبارت از طلا و بعض پایهای و اطرافیانش با نقره و با دیگر سنگهای قیمت بها آرا داده شده است. وقتی که سلیمان علیه السلام درباره همون تحت پادشاهی شنیدن، گفتن که من یأتینی بعرشها، که همون عرشش به نزد من گرامی بیادن به کارمندای خود. جین ها در خدمت بود؟ نه همه اینجا جین های هم بوده. قال عفریت من الجن انا آتیک به قبل ان تقوم من مقامک. یک جن افریت نه نام نه، این افریت صفت هست، یعنی جنی نهایت با قوتی پرنشاد، یعنی بردمی نهایت بردم با قوت. انا آتیک به قبل ان تقوم من مقامک، من همون عرش گرام میبینم پیش از اون که از جات خیزی. تصور کنید یعنی از مسافه 2000 کیلومتر حاضر مثلا از همه پرقوت ترین کشوری دنیا از 2000 کیلومتر در چند دقیقه یا ساعت گرام بیاد یک عرش 40 متر را 40 به 40 20 در همین زمان با هواپیماها و با تکنولوژی پیشرفته. گفت که من تا مدتی که شما از جایتان برمیخیزید میبیارم. بعد حضرت سلیمان علیه السلام معقول نشد این پیشنهاد. یعنی
یعنی این با کارمندانشون پیشنهاد کردن که کی میبیارد؟ گفت که من میبیارم. مدتش همین که تا حجات خستنه. یعنی همین کمی که به سلیمان علیه السلام بسیاری کرد. از این هم تیزتر باید که آورده قال شود. الذي عنده علم من الكتاب انا آتیک به قبل ان یرتد الیک طرفک. گفت آنی که در نزد او علمی از کتاب بود. این آدم بود، این جن نبود، اینش دویمش. این علمی اسم الله الاعظم را میدانست. گفت که من میبیارم پیش از آن که میجه تو به خودش برگردد. یعنی میجه زده کشودانه، در همین یک میجه زدن میبیارم. و به سخنی اون عفریت اگر نظر کنیم، او گفت که من پیش از آن که شما از جایتون میخیزید میبیارم. گفت تو در دوامی سخنش گفت که و اینی علیه لقوی امین، و من به همین کار قوی. یعنی او علیم نگفت مانند حضرت یوسف، دانشمند نگفت، تو قوی گفت، چون که این هنر این در همین هنر من با قوت، یعنی متخصصی درجه عالی. قوی امین، امانت نگهدار در راه، یعنی اون تیلوی نمیدوزد، اگه اونجا کم نکرده میبرد. یعنی من همین چیز پرسیدنی بودم و شما اینجا همین دو صفت، یعنی همین دو صفت جن به سلیمان علیه السلام همچون دلیل ذکر کرد که من قوی هستم و امانت نگهدار هستم. اون تکرار مانند به سخنهای یوسف علیه السلام، یعنی وی هم همین چیز در نظر داشت. سلیمان علیه السلام ببینید اینجا یک نقطه دیگر است. اون جن که در مدتی درازتر میبیارم گفت قبول نکردن. این اینسا قبول کردن که در یک میجه زدن میبیارد. و این یگان افسانه نیست، مرحمت به قرآن برگردن، خاصتا آنهایی که هوادارانی ترجمه های قرآن هستند برگردن. خلاصه حضرت سلیمان علیه السلام دو کارگر است، به یک وظیفه باید تعیین کنند. اگر کارگری درجه پایانتر ماند، اگر کار به صفت عالی نمیشد. از نگاه شریعت اگر دو آدم باشد به یک وظیفه، یکیش بهاش 100 است، یکیش 95 است. اگر شما 95 به وظیفه مانید، سزاوار نمانده خیانت کردید. یعنی شما اگر راهبر باشید به همین وظیفه باید متخصص ترین آدم کی باشد همون مانند کار. اگر از وی پایانتر مانید به الله، به رسولش، به مسلمانان خیانت کردگی حساب میشد. برای چی این پیشروی پیش میگیرد؟ چون که ما کادری متخصصی درجه عالی را به وظیفه نماندیم در این صورت. بنابراین ملک سلیمان علیه السلام تا حاضر یعنی همچون ضرب المثل استفاده میشد. حتی پیامبر صلی الله علیه و سلم یک روز در مسجد نبوی وقتی نماز بود کمتر حرکت ها کردن، حرکت های بیرون از نماز. صحابه پرسیدن که یا رسول الله ما شما دیدیم که کمتر حرکت هایی کردید که عادتا در داخل نماز چنین حرکت نمی کردید. گفتند به نزدم ابلیس آمد، گفتند شیطان. او را از زبانش قپیدم حتی دستام تر شد. گفتند خواستم که به ستون مسجد نبوی بندم تا اینکه کودکان مدینه آمده با این ابلیس بازی کنند، یعنی او را تحقیر کنند. لیکن سخنی برادرم سلیمان علیه السلام به خاطرم آمد. و هب لی ملکا لا ینبغی لاحد من بعدی، برای من یه ملک ده که بعدی من به یگان کس نداده باشی. از جمله ملک سلیمان این جن و دیوها مسخر به ایشان بود، در اطاعت ایشان بود، در خدمتشان بود. اما داملو ببینید اینا ما آنهایی که ایمان آورده ایم به این چیز اعتقاد داریم، یعنی باور میکنیم. اما این لحظه دیگر نفرانی که ما رو تماشا میکنند میگن که داملو افسانه بیش نمیگوید. دیگر اگر دلیل ها داشته باشد شاید از حدیث هست، اون بیان کنید تا که او دیگران نیز قانع شوند. حالا دو دلیل از قرآن آوردیم. یکی از یوسف علیه السلام که واقعا صاحب ملک و صاحب عرش و صاحب تحت پادشاهی شدند و وزارت بود در ابتدا در دستشان، پیغمبری الله تعالی بودند و موفق بودند
بله اینچنین اینش از قبول است. سلیمان علیه السلام اینش آوردیم. قبول است داملو پیش و- گپ شما، اما قصه سلیمان علیه السلام نه به همه من در نظر دارم آنهایی که ایمان نآوردند آنها این قبول کرده نمیتونن، چون که شما اونجا مثل افسانه عین حال نقل این کردید که هر چیزی که بسیار گفتیم عرش دلیل بزرگ است. عقلی بله دلیل عقلی ما اصلا درباره آموزشی بیزنس گپ زده ایستادیم. از نگاهی عقل هم اگر کدام آدم همین دو صفت داشته باشد در تجارت، در کسب و کار، در تمام کارهایش وای موفق میشود و خلاص انشاءالله. خب دو دلیلی که آوردیم از دو بزرگان بود و سیومینش از جبریل علیه السلام. ببینید الله تعالی حضرت جبریل را در قرآن چگونه وصف کرد. گفت که ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین. جبریل ذی قوه صاحب قوت هست، نیرومند است، عند ذی العرش مکین در نزد صاحب عرش، در نزد الله تعالی نیرومند است. یعنی ببینید جبریل فرشته ها نهایت مخلوقات زیاد هستند. هر روز 70,000 نفر آنها در آمده در بیت المعمور طواف میکنن تا روز قیامت دیگر نوبتاشون نمیبیاد. یعنی این حساب کرده نمیشه دلکه چقدر بسیار هست. از بین همه قدر فرشته ها الله تعالی جبریل را سیدی فرشته ها گردانید. برای چی؟ ذی قوه، برای اون که در کارهای خودش متخصصی درجه بلند. از جبریل دیده دیگه فرشتی با قوت نیست. ذی قوت نیرومند عند ذی العرش مکین در نزد الله تعالی مکانت دارد، آبرو دارد. برای چی؟ برای اون که متخصصی درجه عالی است. یک طبیب حالا از دنیا گذشته است در جراحت نهایت متمکن و متخصص، حتی وقتی که یکی از شاههای دنیا را جراحت میکند در حال بعد اینکه از جراحت صحت سلامت میبراید برایش جنسیه میدهد، یعنی شهروندی کشورش میدهد تا حاضر فرزنداش یعنی در زندگی عالی زیست و زندگانی دارند. یکی از فرزنداش حاضر کلینیک های مخصوصی خودش دارد. یعنی وقتی که در یک ساحه و درجه بلند میرسد البته این ضایع نمیشد انشاءالله. ببینید جبریل را الله تعالی که ذی قوت عند ذی العرش مکین در نزد الله تعالی آبرو دارد جبریل، برای اون که قوت دارد. در دوامش فقط قوت نیست، ببینید ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع، در آسمان ها مطاع هست، همه فرشته ها اطاعت میکنن. مطاع ثم در آسمان ها یعنی اون شخصی مطاع هست، همه او را اطاعت میکنن دیگر فرشته ها. ثم امینون، جبریل امانت نگهدار است، یعنی هم متخصص است و هم امانت هم نیرومند در ساحه خودش متخصص با قوت و امانت نگهدار است. این رد به آن فرقه های گمراه که میگن که جبریل خیانتکار است، میگن نعوذ بالله، میگن که جبریل وحی آورد و به علی نداده به محمد داد، میگن جبریل را خیانتکار میگن. الله تعالی در قرآن کریم جبریل را امین گفته است، امانت نگهدار است. آخر اگر جبریل خیانت کند مگر الله تعالی بیخبر میموند از این رفتار جبریل؟ ببینید من جبریل سیدی فرشته ها، سلیمان علیه السلام من نمیدونم یگان کسی که ملکش از ملک سلیمان علیه السلام عالی باشد و حضرت یوسف علیه السلام هم. و الله تعالی اینا مخلوق هستند، خالق است، خالق تمام مخلوقات است. میگوید که صنع الله الذی اتقن کل شیء، این ساخت الله تعالی هست که همه چیز را در درجه عالی استوار محکم به صفتی عالی ترین و کمال آفریده است. صنع الله الذی اتقن کل شیء، تمام چیز را در درجه عالی آفریده است. یک مثال از خود انسان، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ما انسانیت را در بهترین صورت آفریدیم گفت. و درباره آسمان ها گفت که الله الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها، الله تعالی ذات است که آسمان ها رو بدون ستون هایی که شما میبینید آفرید. یعنی شاید ستون دارد
شما نمیبینید، شاید ندارد، بدون ستونهایی که شما میبینید آفرید. این صنعتکاری قوت الله تعالی رو نشان میدهد و الله تعالی خودش هم با دوست میدارد. در حدیثی که حضرت ابو هریره روایت کردن آمده است که پیامبر علیه السلام فرمودند که ان الله یحب اذا عمل احدکم عملا ان یتقنه. الله تعالی دوست می‌دارد. ببینید برادرها، اهمیت دهید که الله تعالی دوست می‌دارد اگر یکی شما یک عمل را کند ان یتقنه، به درجه عالی کند، با قول مردم سرام دلم نکند. یعنی از صدق دل اگر همون خواه تجارتش است، خواه همین دوکانش است، خواه طبیب هست، در کدام ساحه باشد، از صدق دل اتقان، یعنی محکم به درجه عالی استانکارانه اجرا کند، الله تعالی دوست می داشت از همین کاره. همین یک چیزی دیگر داملو، امانت نگهداری کو انشالله اگر که انسان با ایمان باشد امانت نگهدار می شود، یعنی اول با وجدان و با ایمان. ولی اون یک صفت دیگری که شما گفته گذاشتید، صفت متخصص بودن، این با کار کردن و با یعنی که تیز نمی آید به انسان، یعنی که انسان باید مهنت کند تا که ثمره ای انا همین متخصصی به دست بیارد. اینش شما چقدر تفصیل میکنید داملو؟ یعنی که امانت نگهداری انشالله می شود، اما متخصصی را چقدر به دست بیارد؟ متخصصی را مثلا اگر حالا الکی در همین ساحه کار و فعالیت دارد، برای پرقوت کردن تخصصش و برای باز هم عالی شدن صفت کارش علم آموزد. بله. من امروز در دستش تلفن هست، میتواند برای عالی کردن همین ساحه، کدام ساحه نباشد، چی کار باید کرد سوال ماند، بعد جوابها را آموخته همین را اجرا کند، تخصصش را یعنی قوت دهد. ما وقتی که نو شروع کردیم مثلا دعوت کردن به شریعت، امر الله تعالی را برای رسوندن، اون وقتا کسیته بود. بله. یکی همون کسیته قبضه نمیشنید کو، دیسک برومد دیسک بگذاشتیم، فلشک برومد فلشک بگذاشتیم. این اینترنت و یا مثلا خودی مایم، یعنی در ابتدا تلفن ها نبود. بله. هر روز یک فونکسی نو میبرد، یک تلفنی نو میبرد و با تعلیم گرفتن در کار. اگر نه همین کهنه که میشنم گوید میمونید، پیش نمیرید. باید هر آدم در همون ساحه که هست خودش آب و تاب دهد، سبزاند، خالی نشیند. باز چیکار کنم که یعنی صفتی کاریم عالی تر شد؟ من مثال آدمایی که پروگرام های استفاده میرن، برنامه ها را، همون برنامه کهنه میشه. بله همخیر. برنامه که کهنه شد الان که بو نوش تعلیم گرفتنش در کار تا اینکه برابر زمانه یا پیشتر از زمانه رود. پیشتر کنه میشود برابر زمانه ان شاء الله میرود. روایت است که میگفتن که علموا اولادکم غیر زمان الذي تعيشون فيه. شما فرزنداتون رو به یک زمانه آماده کنید که غیر زمانه‌ای که زندگی میکنید، یعنی پیشتر فکر کرده آماده کنید اونها. بله چنین است. عیناً همین چیزا میخواستیم از شما شنویم داملو، چون که اون مثال هایی که شما پیشتر ابراز کردید و آوردید، اون با قدرت الله تعالی به بعضی اشخاص یا که بعضی دوست داشته های الله تعالی داده شد و این صفتی که این لحظه ها شما گفته گذاشتید، این الکی برای متخصص شدن، یعنی انسان باید که مهنت کند تا ثمرش ببیند. و باز یکون دلیل ها از حدیث ها هم هست که همین گفته های قرآنی را قوت بخشد. بله، پیامبر صلی الله علیه و سلم چه خیلی که از حکیم ابن حزام اومده است، گفتن که البیعان بالخیار ما لم یتفرقا. خریدار و فروشنده اینها اختیار دارند مادامی که از همدیگر جدا نشدند. من هم یک چیز را به شما فروختم، شما پولم دادید، مال را گرفتید، در اختیار هست که شما اونو برگردانید، حالا جدا نشدیم. ما لم یتفرقا، مادامی که از همدیگر جدا نشدن. لیکن شما وقتی که از در مغازه برآمدید، در را پوشیدید، ما از همدیگر جدا شدیم، گشته در آیدو من بارت را نمیگیرم، من از فکرم گشتم، گویید حق ندارید برگردانید، مگر اگر در همین بضاعت عیب باشد، در همین مالی که گرفتید عیب دار باشد مال، میتوانید گردانید از نگاه شریعت. لیکن عیب نداشته باشد، از فکرتون گشته باشید،
حق ندارد که برگردانید. یعنی فروشنده حق دارد که قبول نکند. خب خیلی قبول کند خوب است. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه اگر این حادثه شده ماند و قبول کنید به خاطر الله تعالی گناه شما رو میبخشد. اون آدم ناحق و شما حق دارید لیکن شما از حق خودتون تنازل کرده قبول میکنید. خلاصه این مسئله فقهی است لیکن دوامش پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه فإن صدقا و بینا بورک لهما فی بیعهما. اگر خریدار و فروشنده در اثنای خرید و فروش راست گویند و بینا عیب مال را بیان کنند بورک لهما فی بیعهما، در خرید و فروش آنها برکت داده میشد. ظاهرا پول کم میشد. یک برادر نقل کرد که یک قاری بچه در بازار عیب ماشینش گفته فروخته است به یک آدم. دو عیب گفته است، واقعا به استو برات عینا همون دو عیب گفته است. استو هم دیگه عیب نه، بس زنگ زده گفته است که روی چی راست گفتی؟ من حالی تقریبا 20 سال است در این ساحه کار میکنم، یگان آدم راست نمیگه گفته است. گویا نم یگان عیبی مایده چی میگودو که عیبای کلانش پنهان میکند. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه فإن صدقا، اگر راست گویند و بینا عیبی مال رو بیان کنند بورک لهما فی بیعهما، در خرید و فروش آنها برکت داده میشد. ظاهرا پولی کم به میفروشد وقتی که عیبی مال را گفت، لیکن الله تعالی به وی پول برکت میدهد. و فإن کذب و کتم، اگر دروغ گویند در وقت خرید و فروش که این رایج است امروز دروغ گویی، و کتم عیب مال را پنهان کنند محقت برکت بیعهما، برکه خرید و فروش آنها برداشته میشد. خب بی برکه میشد. این برای امانت نگهداری. هر ساحه هم غیر از اینکه متخصص هستید با امانت نگهدار شدن تا نگاه. برای اینکه وقتی که فهمد که دروغ گفتید، وقتی که فهمد که فریب دادید که گشته به شما نمی بیاید، مگرم در حالتهای مجبوری دیگه مغازه نیست مثلا، در حالتی مجبوری میبود و الا نمی بیاد دیگر. وقتی این کشوده میشد، امروز کشوده نشد، فردا دروغگویی شما، فردا خیانتکاری شما کشوده میشد، بعد مردم اینو میفهمن. این آهسته به آبروی تجارتتان و آبروی خودتان ضرر میکند که یعنی تعلیمات شریعت این است که امانت نگهدار باشید و در همون ساحه متخصص باشید. این همین دو صفتی که ما امروز دربارش وسیع‌تر معلومات دادیم. خیلی خوب، تشکر زیاد دوملو. و یک چیزی دیگر باز میگفتید، چون درباره متخصصی حاضر صحبت کردید، میگویند که مطلی تاجیکی هست به یک مرد 40 هنر کم است، یعنی در همه کار متخصص است. آیا جای دارد در شریعت این مطل ها؟ 40 هنر جمع کردن مشکل است. اگر یک آدم 40 هنر کم کم میداند، قوه ها تقسیم می شود. یعنی یک آدم دیگه یک هنر میداند و متخصص است، بله، به درجه بلند متخصص است، این آدم مرتبهش بلند میشه. این آدم فقط همین آدمی که 40 هنره هست که فقط کارهای خانه خودش کره میگرده، او در یگان هنرش موفق نمیشد. یعنی شاید در یک دو هنر موفق شود، لیکن 40 هنره در همش متخصصی ساحش و بلند شدن مشکل است. یعنی در شریعت نیست همین چیز آماده است یا نیست همین 40 هنر به یک در شریعت مرد کم است؟ یعنی حالا عینی حال مثلا یک آدم رساله دکترا می‌نویسد درباره مسح کشیدن به گردن مثلا در یک مسئله 4 سال عمر صرف میکند، لیکن در مسئله مسح کشیدن به گردن شاید در دنیا با او هیچ کس برابر نشود. در یک مسئله، این مسئله یکی از هزارها مسئله های طهارت، یک تاش مسح کشیدن به گردن است مثلا. یا از قصه های تاریخی گیریم، یک آدم برای مقتل حضرت عثمان رساله دکتری دارد، یعنی عثمان رضی الله عنه چگونه کشته شدند، در یک مسئله رساله دکتری نوشته است. یعنی اینا تخصص است. لیکن اگر در همه ساحه های شریعت متخصص باشد، این خیلی کم است در عالم اسلام. یعنی که همه فنها رو همه فنها رو میدونند، لیکن به درجه عالی نه، میانه. بنابراین این یعنی که سوالی که شما دادید، یعنی مادامی که ممکن نیست، امکانیتش نیست، اینه ترک کردن کنید. به امیدی 40 هنر میشه مفته یگان هنرش که کار به کار نمیبود، وای آدمی عادی میموند. این آدم 40 تا هنر میدوند کم کم،
هم الکتریک است، هم سانتکنیک است، همه کار کم کم میدوند، حرام و حلال ساز نمیشد صفتی کارش. لیکن یک تا کار اگر قبض و به درجه بلند رساند این بهتر است. یعنی با اون نفرانی که این لحظه تاجرانی که ما رو تماشا میکنند یا اینکه با یگان متخصصی که ما رو تماشا میکنند این درس میشود دولا. مثلا بعضی آشخانه های ببینید، من در شهر خوجند همین چیزهای دیدگی هستم، یک شاشلیک میفروشد خلاص دیگه هیچی ندارد، یا یک آش دارد مثلا اسفره، بعضی جاها آش، یا مثلا در شهرستان یک تندور کباب، دیگه هیچی نیست. لیکن بعضی آشخانه ها میداره 100 نمودی تمامش است. مثلا واقعا وای 100 نمود کتی کار کردن دشوار است. لیکن اینها میبینید که مزاج های آنها پر همه وقت میری جای نشست نیست. مثال بیاریم ده یک ساحه را، یعنی آدم یک ساحه اگر گیرد و در همون به درجه بلند کار کند، به صفت عالی کار کند، تیزتر به بلندی میرسد، به قله های بلند میرسد. خواهد که مثلا موفق باشه، پولداری کلام باشد، در یک ساحه متخصص شود. خب انشالله فهم شد دوملا. و طبیعی است که انسان میخواهد بای باشد، ثروتمند باشد، این یک چیزی مقرری است دوملا. و شریعت اسلام چی میگوید؟ آیا انسان بای باشد خوب ثروتمند باشد یا اینکه کمبغل باشد؟ یک مثال دیگر رو نیز تاکید میکنم گفته گذارید، چون که بعضی حدیث ها رو ما شنیدیم که میگویند که کمبغل زودتر به بهشت میرود. همین یک مفصل میکرد. خب مسئله بای بودن مسلمان بهتر یا کمبغل بودن مسلمان بهتر، پیامبر صلی الله علیه و سلم در آن حدیثی که عمرو بن العاص رضی الله عنه روایت کردند گفتند که نعم المال الصالح للمرء الصالح، چگونه هم مال پاک برای مرد صالح خوب است. مال پاک باشد چه خیلی هم به شخص صالح زیبنده است. پولی حلال به شخص صالح. شخص صالح اون پول رو الکی به گناه صرف نمی کند، به فسادکاری در روی زمین صرف نمی کند. اون مال را به نفع اسلام، به نفع مسلمان ها صرف می کند. از اون مال دیگرها بهره می برند. چه خیلی هم مال پاک به شخص صالح خوب است. این حدیث دلالت می کند که مسلمانی که صالح است، صاحبی پول و مال حلال باشد، این بهتر است از آن مسلمانی که صالح است و کمبغل است. برای آنکه در حدیث مسلم هم آمده است که ابوذر غفاری روایت میکنند چند نفر از مهاجرهای فقیر کمبغل، اونایی که از مکه به مدینه آمده بودند، در مدینه کمبغل بودند، مال و ملک ندارند، زندگیشان وزنین بود، اینها به نزد پیامبر صلی الله علیه و سلم آمده شکایت کردند. ببینید شکایت هم بینید، شکایت از بیپولی، نه از جهتی آنکه ما عذاب کشیده ایستادیم، ما خانه نداریم، ما برق نداریم، ما حیات خوب نداریم، نه. یا رسول الله، برادرهای پولدار ما به درجه های بلند جنت رسیدند، ما باشیم نرسیدیم به اون درجه ها. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتن که چخیل؟ گفتن که یصلون کما نصلی و یصومون کما نصوم و یتصدقون بفضول اموالهم ولا نتصدق. اونها مثل ما نماز میخوانند، مثل ما روزه میدارن بایها، لیکن اونها صدقه میکنن، ما صدقه نمیکنیم. اونها زکات میدهند، غلام آزاد میکنن، به دولت اسلامی که نو بنیاد شد یاری میکنن با مالشان و به دعاهای پیامبر صلی الله علیه و سلم مشرف میشوند. خیلی که از حضرت عثمان صحبتی گذشته نقل کردیم. لیکن ما از این چیزا محروم هستیم. بعد پیامبر صلی الله علیه و سلم گفت من برای شما چیزایی را تعلیم میدم که آنها را میگذارید و هیچ کس به شما رسیده نمیتونه مگر اون آدمی که مثل شما کرده است. سبحان الله بعد نماز 33 مراتب، الحمدلله 33 مراتب، الله اکبر 33 مراتب. هر قدمی که به مسجد گذاشته می روید و به خانه‌تان برمیگردید صدقه حساب میشه. یک چند عملهای بدنی را ذکر کردن که به مثال صدقه حساب میشه در نزد الله تعالی. حتی با همسرتان معامله خوب میکنید و حق او را ادا میکنید و هم صدقه است گفتن. بعد صحابگان مهاجر رفتند و بعد چند روز گشته آمدند. گفتن یا رسول الله، صحابه های پولدار شنیدند
از این حادثه، از این فرمانها و از این دستور و تعلیمات شما آنها باخبر شده، آنها هم همین عملها را اجرا کردند. بله منو یعنی عینا همین ذکر عبادتایی که به ما تعلیم داده اونها هم اجرا کرده ایستادن. اضافتا بر این در همه راههای خیر اونها دستی دراز دارند، دستی خیرشان سهم دارند. بعد پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتن که ذلک فضل الله یؤتیه من یشاء، این فضل الله هست به کسی خواهد میدهد. اینجا تعریف کردن پولدارها را، ذلك فضل الله، این فضل الله، کرمی الله، زیادتی الله است. یعنی اینجا ظلم نکرده است به شما کمبغلا، به آنها زیادتی داده است. یؤتیه من یشاء، ذلك فضل الله یؤتیه من یشاء، این فضل الله تعالی است به کسی خواهد میدهد. اینجا تعریف کردن. و این چنین در دیگر حدیث آمده است که پیامبر صلی الله علیه و سلم، اینم در صحیح مسلم است، گفتن که المؤمن القوی خیر و احب الى الله عز وجل من المؤمن الضعیف و فی کل خیر. مؤمنی با قوت از مؤمنی بی قوت بهتر است. احب خیر، او بهتر است، و احب محبوبتر است به الله تعالی از مؤمنی بی قوت. مؤمنی که کمبغل است، مؤمنی که فایدهش به دیگران نمیرسد، از این مؤمن دیده مؤمنی پرقوت در نزد الله تعالی محبوب و بهتر است. و فی کلین خیر، لیکن در تمام مؤمن ها خیر است. خواه مؤمنی پرقوت باشد، خواه مؤمنی بی قوت، در همه آنها خیر است. بعد گفتن که احرص علی ما ینفعک، هر کاری که به فایده‌ات هست، خواه فایده دینی دنیوی، حریص باش. کاری که برای تو فایده میبرد حریص باش. واستعن بالله، از الله تعالی یاری پرس. ولا تعجز، ناتوان نشو، ناتوان نشو. و اگر رفتو به سرت یگان ناخوشی بیاید، کارت آمد نکند، نگو که لو انی فعلتو کان کذا و کذا، اگر این خیل میکردم این خیل میشد، این خیل میکردم این خیل نمیشد، نگویو. فإن لو تفتحو عمل الشیطان، لو کلمه اگر عمل شیطان نمیشد، اگر این خیل نمیکردم این خیل میشد، اگر این خیل نمیکردم بانکرات نمیشدم، نگو، بلکه گو که قدر الله و ما شاء فعل، تقدیر الله تعالی بوده است، هر چیزی که خواست کرد. این بعدی حادثه. اصلا پیامبر صلی الله علیه و آله در ابتدا گفتن که احرص علی ما ینفعک، هر کاری که به فایده تو است حریص باش. واستعن بالله، از الله تعالی یاری پرس در همون کار. ولا تعجز، یعنی ناتوان نشو، تنبل نشو، حرکت کن. گفتن اگر همین گفته ها، اگر در کدام تاجر، در کدام، این نه فقط امروزه صحبت به تاجرها، برای تمام ساحه ها، خواه چوپان هست، خواه دهقان هست، خواه صناعت و زواد دارد، ساختمان چی هست، فرق ندارد. اگر همین دو صفت در او یافت شود، و البته شخصی موفق، یعنی متخصصی یعنی پرقوتی متخصصی و همچنین امانت نگهداری. من برای خطا نکردن سوره زمر آیت 49 را ترجمه معنایش را خوانم داملو، چون که شما حاضر نوکک درباره فضل الله تعالی به ثروتمندان گفته گذاشته داملو. بعضی از همون بایها شاید که میگویند که ما از دانایی خودمون بای هستیم. در سوره زمر آیت 49 ترجمه معنا، چون آدمی را رنج رسد ما را با دعا میخواند و چون رنج و سختی را از او برداریم و از جانب خویش، یعنی از جانب الله تعالی نعمت ارزانیش داریم، و پروردگارش ناسپاسی کند و گوید هر آینه به سبب دانایی هم این نعمت را به من دادند و من به این سزاوار هستم. بلکه این نعمت ها آزمایش باشد، ولی اکثر آنها نمیدانند که این فتنه است، نه بخشیدنی نعمت. از این خاطر آنهایی که فکر میکنند داملا انا بای شدند، ثروتمند شدند و اون فضل الله هست، چون که شما از دلیل ها گفته گذاشتید، نوکک با دلیل ها گفته گذاشتید، و از این تکبر میکنند، کبر میکنند. به آنها چی میگویید؟ سوره قصص صحبتی گذاشته گفتیم که قارون مثال آوردیم که قارون کلانگری میکرد، انما اوتیتو علی علم عندی، من علم داده شدم، برای همین پول داده شدم. گفته به همش از خودش میدانست،
علم داده شده بود به معنای که بعد موسی و هارون بود در مسئله تورات میگن. بله. یعنی شریعت تورات را هم بعد این دو پیغمبرها او بهتر میدانست. لیکن کبر و کلانیگری او را از همه چیز محروم کرد. در نتیجه الله تعالی که فخسفنا به و بداره الارض، ما قارون را با تمام مال و ملکش با حوالی هایش به زمین در کشیدیم، زمین فرو برد او را. وقتی که کلانیگری، هیچگاه باید بنده کبر و کلانیگری نکند به مردم، بلکه و ما بکم من نعمت فمن الله، هر نعمتی که شما دارا هستید و از الله تعالی دانید، نه از خودتان. تشکر زیاد دوملو. و این قسمت دویومی برنامه ما بود تماشابینان عزیز و شما این لحظه ها میتوانید بعضی سوال های خودتان را درباره چگونه انسان میتواند ثروتمند باشد و یا چگونه میتواند بایگری را به دست بیارد زیر شرح ها نویسید و انشالله ما در برنامه های نوبتی برای شما شرح مفصل از استفاده سوال های شما آماده خواهیم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.